الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. صدق الله مولانا العظيم. محضر همه شما بزرگواران، خواهر و برادر، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. بحث امروز من و شما یک بحث خیلی مهمی هست، پیرامون اسباب نابودی اعمال انسان هست. ما و شما نماز میخوانیم، زکات میدهیم، حج میکنیم، خلاصه اعمال شریعت و احکام دینی انجام میدهیم، ولی بعضی از اسبابی وجود دارد که اعمال ما را باطل میکند. نماز ما را از بین میبرد، زکات ما را از بین میبرد، حج و بالاخره اعمالی که ما انجام دادیم نیست و نابود میشود. زحمتی که کشیدیم، رنجی کشیدیم، مشقتی کشیدیم، الله سبحانه و تعالی اعمال انسان را حبط میکند. پس معلومه که بحث خیلی مهم هست، بحث خیلی اساسی هست. اگر انسان عمر خود را زحمت بکشه ولی الله سبحانه و تعالی اعمالش را حبط کند و از بین ببرد، رنجش بیهوده بوده، زحمتش بیهوده بوده، مشقتی که کشیده بیهوده بوده. بنابراین باید فرد من و شما اسبابی که باعث میشه اعمال مسلمان و اعمال انسان حبطه بشه باید متوجه بشیم. بحث من امروز پیرامون کفار نیست. کسی که کافره او هر عمل خوبی هم انجام بده حبطه است، سرای محشر نجات پیدا نمی کند. بحث پیرامون مسلمان ها هست. مسلمان، نمازخوان، تهجدگزار، حاجی و بالاخره اعمال خوبی انجام میده. شریعت قرآن محمدی صلی الله علیه و سلم اسبابی رو بیان کرده. کسی که چنین اسبابی چنگ زد اعمالش حبطه می شود، تهجدش حبطه می شود، تلاوت قرآنش حبطه می شود، نماز و زکات و طاعتی که انجام میده حبطه می شود. این بس خیلی مهمه، خیلی ضروره. بنابراین همه باید متوجه این بحث بشیم. اعمال انسان هایی که انسان کامیاب میشه، سرفراز میشه، سربلند میشه، کامیابی دنیا و آخرت نصیب کسی که اعمال انجام بده. و همین اعمال غیر صالحه که انسان را ذلیل میکنه، خار میکنه، انسان را بدبخت دنیا و آخرت میکند. الله سبحانه و تعالی پیرامون اعمال صالحه بیان میکند: یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیهم. اعمال صالح مسلمان، اعمال صالح خواهر و برادر مسلمان، صحرای محشر وجودش نورانی می شود. صحرای محشر تاریکی قیامت همه جا فرا می گیرد. اعمال بنده مخلص و بنده متدین صحرای محشر نورانی می شود و آن صحرای محشر که تاریکه به برکت نورش کی روشنایی می شود و می بیند راه خود را. یسعی نورهم بین ایدیهم و بایمانهم. راست و چپ چهار اطرافشان نور هست. این نوری که توسط اعمال صالحه به دست آوردن. یقولون ربنا اتمم لنا نورنا. ای الله ما نور ما را کامل بگردان. واغفر لنا. ای الله ما را ببخش. انک علی کل شیء قدیر. تو بر هر چیز قادری. و انسان بسیار به حالت خوب وارد بهشت می شود. ولی اعمال غیر صالحه که الله سبحانه و تعالی در قرآن بیان میکند که اعمال غیر صالحه انسان خار میکنه، ذلیل میکنه، روانی جهنم پروردگار عالم میکند. جایی که میفرماید یوم یقول المنافقین والمنافقات، روزی که مردان منافق، زنان منافق بگن للذین آمنوا، برای مسلمان ها سرای محشر وقتی نور میبینند در وجود خواهر به برادر مسلمان هست، اینجا منافق میگه کاش که من نور میداشتم. میگوید انظرونا، یک لحظه صبر کنید، از پیش ما نرید داخل بهشت.
ما هم میایم در کنار شما، نقتبس من نورکم، ما از نور شما استفاده کنیم. امروز پل بر سر جهنم گذاشته شده، جهنم خلاصه شعله‌ور هست ولی آتش جهنم هم سیاه، صحرای محشر هم خلاصه تاریکه. ما نور نداریم که پل رو ببینیم، پای خود را بر سر پل بگذاریم. آیه قرآن هست، الله سبحانه و تعالی می فرماید قیل، صحرای محشر بندگان محبوبی الله و مسلمانان میگه ارجعوا وراءکم، برین دنبال کار خود، فالتمسوا نورا، برین دنبال کار خود. ما برای شما نور نمیدهیم. ما در دنیا اعمال صالح انجام دادیم، کارهای شایسته انجام دادیم، الله سبحانه و تعالی برای ما نور داد. تو اعمال صالح انجام ندادی، خدا تو را بی نور گردانید. این اعمال انسان هست، خیلی مهم. اگر اعمال خوب بود عاقبتم خوبه، اگر اعمال انسان خراب بود عاقبتم خرابه. این بهشت زیبا، این بهشت منقش، این بهشت با این همه خوبی ها، الله سبحانه و تعالی میگه بهشت از آن کیه؟ تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. اعمال تو برای تو بهشت را آماده کرده، اعمال تو مسلمان، تو خواهر و تو برادر بهشت را آماده کرده. این اعمالی که بهشت به دست میاری، این اعمالی که رحمت الله به دست میاری، این اعمالی که بالاخره برکت خداوندی به دست میاری، این اعمالی که غضب پروردگار عالم میآید. اختیار به خود انسان. اعمال انسان مانند آیین ربا هست. آیین ربا اگر اعمال صالحه بود، اعمال تو رحمت پروردگار عالم را جذب می کند. اگر اعمال غیر صالحه بود، غضب پروردگار عالم را جذب می کند، جلب می کند. ای مسلمانان، اعمال خود را صالحه بگردانیم تا رحمت الله شامل حال ما شود، تا رحمت پروردگار، برکت پروردگار عالم بر سر من و شما بیاید. از اعمال غیر صالحه بپرهیزیم تا غضب پروردگار عالم از ما دور رود، به ما مشمول غضب پروردگار عالم نشویم. بنابراین بحث من و شما پیرامون اسباب نابودی اعمال هست. چه اعمال باعث میشه که اعمال ما هبطه شود، از بین رود؟ یک مسلمان تمام زحمات خود را میکشد ولی باید بدانه اعمالی وجود داره، اسبابی وجود داره که اگر او اسباب و او اعمال را انجام داد، اعمال دیگرش صالحش هم از بین می رود و برباد می شود. این بحث خیلی مهمه، خیلی ضروره خواهر و برادر توجه داشته باشند که وقتی که قیامت برپا شد، صحرای محشر شد، ای الله من نماز خواندم، زکات دادم، حج کردم و بالاخره اعمال نیکو انجام دادم، الله سبحانه و تعالی نگه همه هبطه شده، همه از بین برفته. اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره، در دنیا و آخرت اعمالشان پوچ شده. آنجا دیگه افسوس به درد ما نمیخورد، آنجا گریه به درد ما نمیخورد، آنجا فریاد زدن به درد ما نمیخورد. در دنیا باید تلاش بکنیم، نگذاریم اسبابی که باعث میشه که خلاصه اعمال ما از بین ببره ما چنگ به اسباب بزنیم. آیه‌ای که تلاوت نمودم، الله سبحانه و تعالی می فرماید یا ایها الذین آمنوا، ای مسلمانان، خواهری، برادری، جوانی، هر کسی که هستی، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، اطاعتی الله سبحانه و تعالی و نبی اکرم صلی الله علیه و سلم را بکنید. ولا تبطلوا اعمالکم، اعمال خود را باطل نکنید، اعمال خود را هبطه نسازید، سبب اعمال خود را از بین نبرید. این تعلق به ما میگیره. اگر ما اسباب را چنگ زدیم اعمال ما هبطه می شود، اگر چنگ نزدیم اعمال ما ثمرهش الله سبحانه و تعالی ان الله لا یضیع اجر المحسنین، خدا مزد محسنین ضایع نمی کند. در این هوای گرم از گوشه گوشه آمدیم به این خانه الله سبحانه و تعالی، مطمئن باشیم، با دل پاک بیاییم. الله سبحانه و تعالی ذره ذره اعمال ما و شمار به پله حسنات میگذاره. قدمی که برداشتیم، گامی که برداشتیم، کرایی که بالاخره از راههای دور آمدیم به اینجا دادیم، همه با پله حسنات گذاشته می شود. ان الله لا یضیع اجر المحسنین. ولی شرایط پذیرش اعمال اینه که اعمال ما هبطه نگرده و این اعمال زمانی هبطه میگرده که مسلمان متوجه نشود.
خواهر متوجه نشه، برادر متوجه نشه، پدر به برادر، همه و همه اگر توجه نکردیم اعمال ما هبط می شود. من به طور شماروار بیان میکنم اسباب نابودی اعمال انسان، اسبابی که اعمال انسان نابود می شود، اسبابی که اعمال انسان حبطه می شود از دیدگاه آیات و احادیث نبوی صلی الله علیه و سلم چی می باشد؟ یکی از اسباب نابودی اعمال انسان ها مسئله ریا سروران من، خیلی مهم. خدای تبارک و تعالی ریا را از من حقیر و از همه امت اسلامی بردارد که اگر ریا به اعمال انسان بیامد خدای تبارک و تعالی او عمل را حبطه می کند. نماز انسان بخوانه ریایی، زکات بده ریایی، حج بره ریایی، همه خلاصه ریایی، الله سبحانه و تعالی همه را حبطه می کند. مورد پذیرش پروردگار قرار نمیگیرد. مسئله ریا خیلی مهم هست. باید ما و شما متوجه باشیم ریا اعمال انسان را از بین میبرد. یکی انسان نماز را به خاطر غیر الله بخوانه، یکی انسان خلاصه صدقه و خیرات و نفقه‌ای که میداد به خاطر غیر الله بده، خدای تبارک و تعالی اعمالش را حبطه میکند. آیه قرآن الله سبحانه و تعالی اشاره میکند و قدمنا الی ما عملوا من عمل. سرای محشر دست به کار میشیم، اعمال انسان ها را محاسبه میکنیم. وقتی به اعمال ریاکاران میرسیم فجعلناه هباء منثورا، چه کار میکنیم؟ مانند یک گرد که پراکنده میشود به هوا، چنین اعمالش حبطه میشود. چه کار کردیم؟ نماز خواندم، طاعت کردم، عبادت کردم، خلاصه اعمال شایسته انجام دادم، ولی سرای محشر شده همه حبطه. اینجا دیگه فریاد به درد نمیخورد، اینجا دیگه افسوس به درد نمیخورد. بنابراین مسئله ریا خیلی مهم هست. ای خواهر مسلمان و ای برادر مسلمان، اگر صدقه میدی، خیرات میدی، نماز میخوانی، حج میکنی، روزه میگیری و بالاخره اعمال خیریه انجام میدی، این را بدان اگر ریا آمد او عمل حبطه میشود، نابود میشود.